ҷонибек муродов айни ҳол моро тамошо карда истодаанд. Пойҳои шумо хушк шуда истодаанд? бале, рӯз ба рӯз пойҳоям хушк шуда истодаанд, ки аз аввал духтурҳо мегуфтанд, мо бовар намекардем, ки оҳиста оҳиста ҳамин гуна ҳаст. гоҳ меафтам дар роҳҳо, баъзеҳо механданд, ки ту чаро меафтӣ? барои ҳалли ин дард ё табобати ин дард нест. вақте ки ман вафот мекунам, ҳамон наздикони ман, пайвандони ман дар сари қабри ман бинависанд, ки шарқзодам хайрбод, ногуфта рафтам аз ҷаҳон, миравам аз ин ҷаҳону дар забонам хушбинонӣ. шабнами сурайё ва ҷонибек муродов аллакай худаш зиндагии ман, ҳаёти ман бо ғам имрӯзҳо ҳам сипарӣ мешавад. маъюб ҳастам, дарманд ҳастам, неки бо каме ҳам бошад як илм, як чиз дорам, вақти ҷои таърифам несту дарвозаи донишгоҳ афтидам, қариб шумораи 300 нафар инсонҳо дар гирди ман ҷамъ шуданд. ҳамин ибораи сари зулфи ту нашуд, сари зулфи дигаре бо забони англисӣ чӣ мешавад? ای بچه همه حیرانی تو میشن معروف تلفن داری، کامپیوتر داری، ماشین داری بیهودنی که وقت همین روزا صرف کردی سر چیکار کنم؟ این همه روی با یک تلفن خالی هر روز پول کار کردی سر با تلفن چقدر پول کار میکنیم؟ بچه اولیم تو نمیدونی؟ نه بازی من از سایت پاکت آپشن برای تو میفهمونم بین که در روز چقدر پول کار میکنیم کو؟ معروف این ای سایت ها پاکت آپشن میگن این اینجا دوازی که در آمده یک تا عکس جهانیش رو انتخاب میکنیم این عکس اپل که انتخاب که کردیم این اینجا میتونیم که چقدر مبلغ قطعی یک مورد بسازیم که یا که چقدر میشود مثال میگیریم $20 سرخش پایان رویه سازش بالا روی بازی ما این $20 بالا روی میمونه نمونده باز یک مینوت چه در میکنیم چی میشود این دیدی که $20 که مونده چند قشه من این کابوتاک چه نفهمم موبایلی کابوتاک چیه؟ این موبایلش اسکوستی اینتلیکت میگه یعنی که با تن خودت میتونه که همه وظیفه را اجرا کنه بیا کویا با اسکوستی اینتلیکت کار کنیم چی را انتخاب میکنم این مثال میگیریم که $20 این میمونه نه اسکوستی اینتلیکت میگیم خودش بالا یا پایان رویش انتخاب میکنه پایان انتخاب کردم بله پایان انتخاب کردم دیدی ایشان گذشت بازی اگر که خودمون بالا با انتخاب میکردیم میسوختیم ولی که اسکوستی اینتلیکت با ما کمک رسون که پایان انتخاب کرد خیلی باشه به ما ضرر نیم با بریم تلفن در ضرر دادیم کار کنیم با یگون فایده هست که ما رجیستراسیون کنیم بله تماشاگران نگفتن اونند که هر یک شما که وقتی از سیلکای مهراب پرو که میدارین پروموکد مهراب 100 قطعه استفاده برین در یکم دپازیت صاحب 100% بونوس میگردین درود دوستان روزتون بخیر و شادی باشد باوری دارم که خوب و بردم و عافیت هستید اینک برنامه چهره اینستاگرام رو کشاده آغاز می‌نماییم میدونید مهمونی برنامه ما کیست یک جوانی که در حقیقت با نطق برو با دانستن زبان انگلیسی توانست در یک مدت کوتاه وارد یک شبکه با نفوذ یعنی اینترنت گشته همگی را قائل سازد ما این جوان رو جستجو نموده پیدا کردیم و بالاخره مهمونی برنامه چهره اینستاگرام گردید میشناسید حسین زاده اسماعیل پیش از همه به برنامه ما خوش آمدید سلامت باشید خلق من باشی سلامت خاک قدم‌هایت شوم با تو هستم با تو مانم صدقه نامت شوم اسماعیل جان شما میدونید که اودیتوریای ما شما رو دوست می‌دارن بله تشکر و زیاد می‌خواستن که شما روز مهمانی منبری برنامه ما گردید و اینک ببینید که دیده به دیدار رسید بله. و ما این روز یک صحبتی خیلی هم خاطرمون از حیات و ایجادیات و از کار و نقشه‌های شما قصه می‌کنیم تشکر آماده آمادم تب که خوش باشد میگویند که برنامه جانان میآید تبتون چگونه است تب من خوب است شکم سیر است شکم سیر است سلامت باشید اسماعیل جان زبان انگلیسی رو چون آبی روان برو دانستن به هر کس میسر نمیشود در این زمانه چگونه شد یک جوانی که در حقیقت از یک کوهستان است از یک دهاتی دوردست است زبان رو به شکل امریکایی ها از خود کرده است و همگی رو قائل کرد سببش دانشگاه ملی تاجیکستان است بهترین و سختگیری استادان بزرگ است سخنهای من تو را درد کند رفته رفته تو را مرد کند همون سختگیری ها همون رنجدهی های استاد سبب شد که ما این گونه انگلیسی را چون آب روان آموزیم و دانیم
و این فایده است برای ما، چون زبان انگلیسی کلید درهاست در جهان. The البته English language is the key of those in the world. هر نفره که سهم دارد در همین از خود کردن زبان انگلیسی شما کیا هستند استاد؟ استاد ما رو تماشا میکنن. ولی شما رو تماشا میکنن. استاد از مکتب گوییم یوسف اسمت الله هستند، از دانشگاه گوییم معلمه نظر و محبت و نظر استاد و محبت ابوالفیضوف هستند که در خدمت ما بودند تا ما انگلیسی را دانیم. بهترین تشکر. و در دنیای اینترنت نه هر کس موقع پیدا کرده میتواند، چون که راهی دشوار است و هر کس به این سمت برآمده هم نمیتواند. چگونه شما وارد گشتید به این دنیای پرتلاطم اینترنت؟ به دنیای پرتلاطم اینترنت وارد شدن، مثلا به دل مردم در آمدن کاری آسان نیست. البته یک جهد میخواهد یا دیگر چیز، این که وقتی که ما آغاز کردیم فعالیت را، شاید امیدی نبود که شاید ما مشهور میشویم. ما چون خاکسار که هستیم میدانستیم که دیگرها از ما خوب هستند، اما بخت، اما تقدیر بلند بوده است و ما هم مشهور شدیم و هم خلق ما امروز میبیند. و من به خلق تشکر میگم که در کوچه ها، در هم از راه ها، در خیابان ها میبینن سلام علیک، آدمیت، محبت، صمیمیت. و من تمنا میکنم که همین صمیمیت، همین محبت تا ابد پاینده باشد و تاجیکستان عزیز ما همیشه گل شکوفان باشد. تشکر. همه جرأت کرده نمیتواند که نزد شما آید عکس گیرد یا اینکه با شما صحبت کند. در کوچه های شهر خودشون میآیند؟ بله خودشون میآیند، استاد میگویند با ندای استاد، معلم. و من هم خرسند هستم که مردم احترام میکنند، حرمت میکنند و من هم خلق را حرمت و احترام میکنم. تشکر. اسماعیل جان، ویو یه رولی که بهترین شما در اینترنت است که بله ما اول گمان کردیم که این در حقیقت یک یومور است، یک لهجه که شما تلفظ کردید و هم تو از پیش خود، ولی بعدتر معاین کرده فهمیدیم که در حقیقت این ترجمهش منظره میشد. این رولی تماشابینان زیاد رو دقتش رو جلب کرد و همه به فکرم که ویو رو امروز استفاده میبرند. بله بله. کمی درباره این قصه کنید. درباره این قصه این است که یک روزی از ماهای سپتامبر بود، درس به انتها رسید. ما چون بعد از نصف روزی تحصیل میکنیم، همه رفتن. همون شهرک دانشگاه کم آدم شد و یک ارچه های زیبا دارد. در زیر یکی از اون ارچه ها، در بر یکی از اون ارچه ها ایستادیم، تلفن هم تا گراندیم و گفتیم که دوستان عزیز، منظره به زبان انگلیسی ویو میشه. ویو 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 که با همین باور کنید مشهور شدیم. این بخت است. با همون ویدیویی هست که من در اینجا جدیت هم بیشتر بود. همین جدیت ببینید چگونه به هزل، به یک ذوق مردم مبدل شد. من خرسند هستم. شما کانتنت خود رو مقصد که زبان انگلیسی کردن نمیخواهید؟ یعنی که همین خیلی رولیک هایی که با زبان انگلیسی ترجمه و سوال و جواب و کندری هستید یا که هستیم؟ این نیت به هست. کوشش ما اکنون در آینده خدمت به خلق است، این کار میکنیم. چی میشود که مثل کورس های آموزشی که زیاد آدمان از اونجا درس میآموزند، شما آنلاینی تشکیل کنید و مردم از شما درس آموزند؟ اینش رو هم میبینیم، در نیت هست و کمتر که کوشش کردیم میشود. من یکی از چی میگن آموزنده فن استاد میشوم و خدا خواهد اگر که همین آنلاینی تشکیل شود، یکی از اولین ها من هستم که از شما درس آموزم. تشکر باشد که همین گونه شود. امروز درباره زندگی اسماعیل جان بسیاری ها نمیدونند. شاید دونند فقط دوستان یا که احاطه خشتبار. تماشابین ما زیاد میخوان درباره شما دونند. شما فرزند کجایید؟ کجا رو ختم کردید؟ در چه گونه عائله و شرایط زندگی رو مقصد پشت سر کردید و امروز به کجا رسیدید؟ فرزندی گویم وادی زرافشان هستم، ناحیه پنجکند و زادگاه استاد رودکی، جماعت دهاتی رودکی، دهی ششقت که در اینجا بزرگ شدم و به همین معیوبی، ناتوانی که از سن 5 آغاز شد چی گفتنی هستم. به همین ناتوانی 5 کیلومتر راه طی کرده میرفتیم مکتب میرفتیم. همصنف ها بودن، دوست ها بودن. وقتی که درس به انتها به آخر میرسید، همه پی کار خودش میرفت و من باز خودم یک و تنها میماندم و آهسته آهسته باز به خانه برمیگشتم.
مشکلی بود البته. مشکل بود. اگر بچه ها در 30 minut رسند، من در 3 ساعت، در 4 ساعت بعد میرسیدم. برای شما این چیز علام‌آور بود. ولی علام‌آورش در این است که بسیار تنها بودم. مثلا همین سبب، تنهایی سبب شد که خب من امروز بین مردم یک موقع پیدا کردیم. شاید یگان همراه می داشتیم و همنشینی خوب نمی بود، شاید به این درجه نمی رسیدیم. همش غم، همش اندوه و زندگی من، حیات من با غم امروز هم سپری می شود که بسیار هم تحمل غم مشکل هست. مثلا من یک بار از درونی گویم مردم ما یک لحظه خوب دارد که ما آخری بلند خورده کام شده که ما از آخری بلند نامدیم. از اون پستی ها، از اون رنج، سختی ها، درد. حتی پدرم زیغ بودند که آینده فرزندی من آیندهش چی می شده باشد به این حالت. بعضی ها می گفتند که فرزندتان را شما به دوشنبه نفرستید برای خواندن چون این معیوب است، خودش سرشته کردن. این گپ رو شما شنوید غمگین می شده؟ نمی تواند. بسیار هم غمگین می شدم. در فکر فرو می رفتم که آیا من می خوانده باشم، آیا من دانشجو می شده باشم، این آینده من چی می شود؟ آرزو زیاد بود. آرزو زیاد بود. اما خیر، هم با سبب تقدیر و هم با سبب خدای عالی من باز در دانشگاه قبول شدیم با دستگیری های اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان. 150 بلی علاوگی در مرکز ملی تستی بود. اما بودن همراهان من که رنج داشتن، درد داشتن و سبب همون 150 بل هم سبب نشد که داخل شدم که با علم ضرور بوده است و من شکرانه میکنم که معیوب هستم، درمند هستم، نه که با کمی هم باشد یک علم، یک چیز دارم اکنون جای تعریف هم نیست تو، نه که من خرسند هستم. اسماعیل جان، شاید بسیاری ها سرفهم نرفته باشند که شما از چی درد رنج میکشید؟ آنمان معیوبی شما از کدام حساب است؟ اولا از حساب عصب است و دومین خراب شوی مشک ها. مثلا برای که یک لباس بر کنم، در پایین لباس یک لباس دیگری میپوشم که تا همون خرابی پای ها قدر به مردم ننماید. چون عموما در پستا بلندی ها راه رفتن نمیتوانم. تا اگر یک کسی از دستم نگیرد نمیتوانم راه روم. بسیاری ها اگر مرا دیده باشند در کوچه ها، در همین شهرهای دوشنبه هم حالی مرا هم میدانست که من در لیست نیست، در زینه پایک چگونه حال دارم که این حالی وزمین است و خیلی با شکر خداوند امید از خدا دارم که باز مدد میکند در همین سختی ها، در همین و یا با یکی دل شکسته نمیشم. گاه باز خود از خود می افتم در راه ها. شاید بعضی ها باور کنید میگفتن که این یکان نوشاکی سپیرتنای نوشیده است، که این گونه نیست. گاه می افتم در راه ها، بعضی ها می خندن که تو چرا می افتی؟ که انسان هایی که یک بار این خیلی میگن دوم بار میبینن حالت من، خودشان گشته میگن که میبخشید، ما نمیدانستیم که شما درد دارید، شما رنج دارید. باور کنید تحملش وزمین است. گاهی پدرم زنگ میزنن که پسرم احتیاط شو. میگم اکنون تکیه به خدا پدر جان، اگر نصیب باشد که در یک دو سخت افتیم و رنج یابیم، اینه که بسیار جا می افتیدم. حتی روزی در دروازه دانشگاه افتیدم، قریب شماره 300 نفر انسان ها در گرد من جمع شدند و دو همکورسم که با نام بهروز و سراج الدین بودند از دست من گرفتند و مرا به خانه بردند که از این حالت اما که عزیزم هم خیلی ها دل سرد شدند، بسیار هم گریه کردند و باز از این واقعه از 3 سال گذشت. تشکر به همکورسانم که در همه پستی ها از دستم میگیرن، از همین جاهایی که من عموما خودم سرشته کردن نمیتونم از دستم میگیرن و من به پدر و مادر اینها تشکر و سپاس خودم را میرسانم که این گونه فرزندانی را تربیت نمودن که دست یک ناتوان میگیرد. مثلا
از حساب دردمندی، یعنی که نه افتاد گفته از دستم میگیرن، که این برای من خیلی یک دستگیری بزرگ حساب میشه. در حقیقت ما آدمان اگر که درد داشته باشیم حواله به تقدیر میکنیم و میگوییم که کاری خدا است، تقدیر است. ولی ببینید که باز هم اسماعیل جان شکر میکند، با وجودی این درد رو دارد ولی کوشش میکند که خواندنش رو از دست ندهد، انا همون نقشه و آیندهش رو از دست ندهد. و ما در این روزهای سخت سنگین به شما صبر میخوایم و باوری داریم که شما با یک امید تازه با سری بلند در جامعه یک سهم گذار بشوید، موقع خود رو میگذارید. رحمت. دل شکسته نشوید. تشکر. اسماعیل جان، شما امروز از تقدیری که دارید راضی؟ بله، از تقدیری که دارم راضی هستم. جز خدای آن کس نمیتواند درد و رنج عوض کند. یگان کس یا یگان چیزی سبب شده نمیتواند. این جز صبر دیگر چاره نیست. چاره و علاج درد درمندان این صبر است. شما رو تنقید کنن میرنجه؟ بله، تنقید کنن میرنجم. چرا که من هم دردمند هستم، همه انسان‌های معیوب دل نازک دارند. اگر آنها رو سخنی نازگویی، یک خوب مناسبت کنی، آنها خرسند میشوند. این خوب است. شخصا خودی من باز اون انسان‌هایی که از من ناتوانتر هستند حرمت میکنم، احترام میکنم. هر باری که به بیمارخانه میروم با همین گونه انسان‌ها صحبتی من بسیار، نشستی من با انسان‌های معیوب بیشتر است. چرا که من از بین مردم، از بین خلق هستم. زندگی من با خاکساری است، یعنی که این گونه هوا بلندی یا یک دیگر چیزی نیست. نفری پیدا شود و در همین کاری خیر سهم گذارد و شما رو از این درد رها کند، شما شفا میابید؟ دکتران گفته بودند؟ دکتران گفته بودند که درد شما شفا نایابنده است. این حالت هم در شهر خوجند و هم در همین دوشنبه شهر هم دکترهای وطنی گفته بودند که چقدر است با امید دارید از یک چیز. حتی به دکترهای هندوستان خطای هم نشان داده بودیم که گفته بودند این درد به جز صبر و تحمل و تنها یک چیز دیگر، این که کم کم اگر حرکت یا مشق کنید کمتر در یک حالت می ایستد. این گونه صحت نمی شود. در یک حالتی که از اون حالتی بودهش به پایین نمی رود، یعنی که بیمارتر نمی شود و یک حالت می ایستد. تمام همین گونه فایده دارد. یعنی که این گونه یگان دارو و دوا برای حل این درد یا تبابت این درد نیست. روز به روز پایهای شما خشک شده ایستادند؟ بله، روز به روز پایهایم خشک شده ایستادند که از اول دکترها میگفتند، ما باور نمیکردیم که آهسته آهسته همین گونه. مهاجران عزیز، حجت‌هاتون بود شده است، نمیدونید که حجت‌های خود رو سری وقت در کجا تحقیق کنید. من با شما یک آدمی باوریناک رو توصیه می‌کنم که 2 سال شد با ما همکاری می‌کرد. شرکت بخا میتواند در یک مدت کوتاه هفته حجت‌های شما رو اختی صحت بذارونده شما رو به منزلتون رسوند. زنگ زنید فقط. مثلا با همسنفانم با دوستانم میشینم، گاهی انسان‌ها سوال می‌دهند که شما چرا گونه هستید؟ خیلی من میگم که گونه بیمار هستم. سبب این بیماری است مثلا از به چیزی نیست که آیا فکر میکنن که شاید من خوراک کم میخورم، شاید یکون نمیرسد ویتامین هایی که خوراک کم میخوریم، اکن این درد است، رنج است که خدا برای ما یک انعام کرده است. ما شکرانه میکنیم. نفری اگر بعد تماشای برنامه ما به شما کمک کند قبول میکنید؟ بله، اگر هر کسی که دست خیر دارد چرا ما رو رد کنیم؟ انسان‌های سخاوتمند صفحش بسیار باشد، ما خرسند میشویم. شما گفتید که در پنجکین به دنیا آمدید. بله. در دوشنبه تحصیل میکنید. اصلا شما زاده کوهستان هستید، در پنجکین تولد شدید. در دوشنبه در کجا زندگی میکنید؟ در خانه کی؟ در دوشنبه در کوچه اسدالله غلام زندگی میکنم. خانه یکی از خویشاوندان پدرم که با یک چند دوستانم هستیم. خلاصه اول من آمده بودم در خوابگاه نیتی ایستادن داشتم، بعد همون دوستا، همون خویشاوندای پدرم گفتن که بیاید همینجا، مثلا هم وقتی که بیمار میشد یا یک
حالتی وزن چی هست با ما ایستاد خیلی معیوب است برای در خوابگاه همه آخه شرایط هایی نیست که آزاد مثلا گردد یا وی کند. بعد با همونها ایستادیم. خیلی اکنون زندگی همین است دیگر صبر میخواهد. اکنون با خانه بودنم درد و رنج دیگر نمیشد. اونه که با خانه خودی آدم باشد با آزادتر میست. اگر در دوشنبه شما خانه شخصی داشته باشید پدر و مادر رو البته که از دهات میاره. بله اگر در شهر خانه داشته باشم البته پدر و مادرم رو میبیارم. هر یک فرزند باید پدر و مادر خود خدمت کند تا آنها از او راضی باشند. شما در عائله چند فرزنده؟ ما در عائله 3 فرزند هستیم. من دادرم و یک خواهرچه هستم. شما فرزندی کلانی؟ من فرزندی کلانی خانه هستم. پدر و مادر چی کار هستن؟ مادرم خانشین دایم در حق ما دعای نیک میکنن تا که فرزندشان از بلاها از این رنجها دل آزرده نکندش. و پدرم معلم هستند، زندگی آموزگارانه دارند. امروز شما میتونید طریق نواری ما و مادر خود یک تشکری کنید؟ بله مادر جان عمر شما دراز باشد. مادر یگانه بعد خدا این دستی مبارکی تو خود دستی سخا. مادر تمام عالم را گیر از دستی بدان تمامی عالم را گیر. مادر غمخوارترین شخص برای هر یک انسان است، برای هر یک فرزند است. نوری چشمان فرزند و نوری چشمان مادر یعنی مادر و فرزند با یکدیگر هستند. هر باری از شهر به دیه میروید مادر البته که اشک میریزند. بله از دیدن من اشک شادی میریزند و میگویند که این یک خوشبختی من است که گرچنده که فرزند من درد دارد رنج دارد اما کوشش میکند در طینتش در سریشتش وجدان است، ایمان است، آدمیت هست. به خاطر رنجور یا معیوب بودنش ما را فراموش نمی کند. تشکر. با دانشمند بودن اسماعیل جان من قائلم، زیرا باور دارم که پدر و مادرش نیز دانشمند هستند، آدمان اهل فهم هستند و با فضل و با تقوا هستند. ببینید که از چنین پدر و مادر یک فرزندی دانشمند به دنیا آمده است و باور دارم که آینده درخشان نصیبش میگردد. شما مخلصی کدام سراینده هستید؟ امروز در کشور ما خیلی هم سراینده‌های نامی و نامدار زیاد هستند. من مخلصی جانبک مرادوف و پدری عزیزشان سرحافظی ملت تاجیک جوربک مرادوف، همچنین پای عزیز ما شبنمی سریا هستم که بسیار صنعتی عالی دارن. هر باری که سرودی هاشون رو گوش میکنم باور کنید خیلی خرسند میشم. یک روح انسان رو بالیده میکند و عین حال باز بیشتر از همون خوردی که در خانه‌مون بودیم سرودهای حاجی افسرشاه شادیار را بسیار گوش میکنم که این قسم بسیار خوب هستند، عالی هستند، عمرشون دراز باشد. تصور کنید که جانبک مرادوف عین حال ما رو تماشا کرده ایستادن و بعد همین برنامه به شما یگان تحفه روان کنن، قبول میکنید؟ دیدن شبنم سریا و جانبک مرادوف علاقه خودش یک تحفه است. یک بار نشسته در یک سر یک پیاله چای صحبت کردن و سرودهای آنها رو زنده شنیدن برای ما یک فخر و افتخار و خوشبختی و سعادتی بزرگ است. اسماعیل جان به ما گفتند که چی ارزویی که تو امروز کرده بودم ارزوهایم عملی افتند و باور دارم که همین ارزوی کوچکی که در دل میپرورید دیداری شبنم سریا و جانبک مرادوف و خدا خواهد که این ارزویتون هم عملی می شود و آنها حتما شما رو دعوت میکنند. و در اینستاگرام اسماعیل جان خودتون معرفی کنید، چی نام دارید؟ صفحه من اسماعیل حسین زاده و به انگلیسی ای حسین زاده نویسید. سایت من اولین شده در همون پایسک میبراید. امروز به شما یک سوال میدیم و باید که شما در چشم تماشاچیان ما به یگان فریب از اودش برآید. باشد. من به شما یک چند سوال میدیم چون که شما در تمام رولیک‌های خود عباره‌هایی رو هستن که سری وقت میتونید جواب بگید. باز اگر من به شما 5-6 عباره پیشنهاد کنم آماده اید که؟ آمادم. من عباره رو پیشنهاد میکنم. همین عباره سری زلفی تو نشد سری زلفی دیگره با زبان انگلیسی چی میشود؟ Your curls had got not another curls had. تشکر. رود سیاه. رود سیاه. Be your face
black. تشکر. عروسی معلم نمیشی؟ Don't be teacher's daughter-in-law. احسن. تشکر. وزارت کارهای داخلی چی میشود با زبان انگلیسی؟ Ministry of Internal Affairs. وزارت کارهای داخلی. تشکر. اسماعیل جان یک عباره رو میگویم همین رو عیناً رنگ خودش ترجمه کنه. من پیشوای ملت رو دوست می‌دارم. I like the unique nation. His Excellency Imam Ali Rahman. تاجیکستان با پیش. Tajikistan should be progressive. احسن. تشکر. در حقیقت قائل گردانیدم. من باوری داشتم که اسماعیل جان در حقیقت ذهنی برو دارد و انگلیسی رو چون آبی روان از خود کرده است. اینک ببینید که در شاهدی ما و شما توانست که به سوالهای من پاسخ بیاد. اکنون به یک سوالی از همه اساسی میگذاریم. اسماعیل جان نگفتید که اویله‌دار هستید یا اینکه نه؟ الان اویله‌دار نیستیم. شاعری بزرگ میفرمایند که گر دوتا رو می نباشد، گر می و ساغر نباشد، زندگی معنا ندارد. گر بهاری دلفریب و جلوه دلبر نباشد، زندگی معنا ندارد. یکی باید ما زنها را دوست داریم. باید ما با یک نازنینی باید یک جا باشیم. نصیب باشد بعد از ختم دانشگاه اویله‌دار میشویم و باز با تربیت فرزندها مشغول میشویم. هر یک کس به فرزند این بهترین میوه است. بله. شما چند ساله؟ من 21 ساله. 21 ساله. در 21 سالگی الکی ببینید که چقدر مهارت بلندی دانشمندی دارد. اسماعیل جان ما شنیدیم که شما شاعری هم میکردید، درست است؟ بله شاعری هم میکنم. امروز بهر تماشا بینیم و از کدام موضوع شعر میخونه؟ دادر و برادری بسیار خوب میشود. برادری باشود. مهر یاری خاوری میکند یاران ما خاورشناس. شعرگویان شاعر تباری میکند مردان ما داورشناس. دادران با دادران امروزها باشند خلاف همدیگر، پستا بلندی زندگانی دادران را میکند دادرشناس. و یک شعر دیگر در پیروی غزلی ای فلک داد از جفایت در چه حالم کرده ای ایجاد کرده بودم. دو بیت نهایش رو میخوانم که گفته بودم در غمیستان غمی غمبر نداند هیچ کس، من که شرق زادت ز غمهایت تمامم کرده. من تخلص شاعریم شرق زاد هست. شرق زاد. سلامت باشید مردمی عزیز. و یک شعر دیگه به یاد آمد که میخوانم. الهامش آماده ایستاده است. مرحمت. میروم از بوستان ای دوستان خوش نشانی یاد باد. میروم از بینتان ای دوستان خوش جوانی یاد باد. از حلقه های عاشقان از بزم های مطربان میروم همچون دمیری نوجوان خوش بیانی یاد باد. از زمانها از مکانها هیچ نماند باقی، میروم بر کوی یزدان خوش مکانی یاد باد. زمانه ها دم بدم عوض کنند نشانه ها، میروم از این زمان و این خوش زمانی یاد باد. ای یاران ز یاران دل ستانی ها کنید، میروم از بینتان ای دوستان دل ستانی یاد باد. شرق زادم خیر باد ناگفته رفتم از جهان، میروم از این جهان و در زبانم خوش بمانی یاد باد. یاد. تشکر. ولی من یک چیز رو نفهمیدم اسماعیل جان، چرا علاقه سرودی خیر بودی رو شما ایجاد کرده؟ این از درد خود است؟ هم از درد خود است و من به پیروی گذشته ها کردیم. چون استادای هم پیشتر گفته بودن که من علاقه کوشش کردم که همون چرا که بیتی سری قبر نوشته باشه. من هم کوشش کردم که همین بیت وقتی که من وفات میکنم همون نزدیکان من پیوندان من در سری قبر من بنویسن که شرق زادم خیر باد ناگفته رفتم از جهان، میروم از این جهان و در زبانم خوش بمانی یاد باد. هر نفره نسبت اسماعیل جان نظری دیگر داشت، ولی فکر میکنم که بعد تماشای برنامه ما کلا فکرش اندیشش دیگر میشود.
бисёриҳо дар интернет шуморо медиданду гумон мекарданд ки шумо ё ки ягон приколист ҳастед ё ин ки ягон юморист ҳастед ё ин ки ягон одаме ки имрӯз тариқи шабакаҳо ҳар гуна ҳарфҳои мазоқӣ гап мезанад. Лекин дар асл Исмоилиҷон дар ҳақиқат як шахсияти воломақом, донишманд ва арзандаи ҳама гуна таҳсини офаринҳост. худи шумо чӣ гуфтан мехоҳед ба онҳое ки назари дигар доштанд? عمرشان دراز باشد، خاندانهایشان با توی باشد، تماشا باشد، کیسه‌هاشان پوری پول باشد. من فرزند همین خلق، عمرشان دراز باشد، من از سری تعظیم و پیش خلق فرود می‌دارم. аҳсан мегӯям, ташаккур. шумо дар ҳақиқат моро қоил кардед. تشکر. худо кунад ки бо ба некӣ бинем ва зуд Бале. бинему Бале. аз анамин зиндагиву аз кору пайкортон ба мо қисса кунед. سلامت باشید، سلامت باشید. تشکر. тамошобинони азиз, ин буд барномаи чеҳраи Инстаграм. меҳмони барномаи мо буданд Исмоилиҷон ҳусейнзода бо лақаби муаллим ва мо дар корҳои эҷодии муаллим барои комёбӣ таманно мекунем ва худо кунад ки бо барномаҳои нав боз ҳам хотири шуморо шод созем. ташаккур, тансият бимонед.